الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه وبعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه صدق الله العظيم. الآية. السلام علیکم جمیعا و رحمت الله تعالی و برکاته. بیننده های معزز و گرامی، سلسله درس های بینش و بصیرت اسلامی، ما در خدمت شماییم و موضوع مورد بحث ما ادامه بحث و بالاخره ختم بحث مقایسه جهان بینی ها است. بحث ما در مورد فلسفه ماتریالیسم جریان داره که اینها آمدن و چی شعار و چی صحبت داشتن و آیا به کرسی عمل قرار دادن یا خیر. در این مورد صحبت داریم و صحبت ما ناتمام و ناتکمیل مانده. تا اینجا صحبت کرده بودیم که اینها بعد از که تحلیل کردن که جوامعش تیپش طبقاتی هست و این طبقاتی بودن را از طریق از بین بردن وسایل تولید و از حالت خصوصی به حالت عمومی از بین میبریم و استثمار از بین میره و وقتی که استثمار در اجتماع نبود فقر از بین میره و عامل همه جنایات نزد ای اندیشه فقر است و فقر که در اجتماع نبود جایش را به اصطلاح میگذارد برای خوبی ها، یعنی عامل جنایات فقر و فقر مبدل به اقتصاد و غنا و ثروت شده است. ببینید این جامعه شریف و عادلانه است. خب و گفتن که کار به اندازه توان، مزد به اندازه کار، هر کس هر قدر کار کرد ما زحماتش رو نادیده نمیگیریم. پس بنان ما سوال داشتیم اگر فراموش نکرده باشی که آیا این حق را پرداختین یا خیر؟ سوال ما این بوده. این وعده‌ای که شما گذاشته بودین که کار به اندازه توان، مزد به اندازه کار، این وعده را وفا کردین؟ و دوم گفتین که اقتصاد زیربنای اجتماع است. اقتصاد همه چیز را می سازه، اجتماع را بنیادهای مادی و معنویش را تهپایه و تهداب آن را اقتصاد تشکیل میده. بناهن بین به سوال اول یا فرمول قاعده و ضابطه اول از اینها فراموش نباید کرد که 50 الی 60% اندیشه ماتریالیستی به این دو فرمول بزرگ، یعنی کار به اندازه توان، مزد به اندازه کار و اقتصاد زیربنای اجتماع است. 50 الی 60% به این اندیشه معلق است. این شعارها خیلی شعارهای بزرگ است. اینها کار به اندازه توان، مزد به اندازه کار را میبینیم در زندگی توی کسی که یک سلمان است، سلمانی داره، کسی که موها را تنظیم میبخشه، آرایش میبخشه. در زندگی اون مطالعه میکنیم. ما از دوستای ما در اونمون زمان در اونجا تعلیم و تحصیل میکردن در اوکراین. این حکایتی که مباشر از اونها ما به گوشهای خود شنیدم. گفتن هر مرتبه که ما میرفتیم برای از این خوب بدانیم که این اندیشه واقعا شعار خود در شعور پیاده کرده، در کرسی عمل آورده یا خیر در حد شعار باقی مانده است. گفت اون را میپرسیم شما چقدر پول در بدل تنظیم موهای یک فرد و یک شخص میگیرین؟ گفتن 3 روبل. 3 روبل روسی معادل به 4.5 دلار امریکایی در زمان میشد. بناهن اگر به طور اوسط ببینیم که یک سلمان از صبح تا شام به 20 نفر ممکن برسه به تنظیم سرشان، پس 20 3 را ضرب 20 میسازیم. 3 روبل از 6 فرد و روزانه هم 20 فرد، این میشه مساوی به 3 ضرب 20 مساوی به 60. دستاورد یومیه یک کارگر
که سلمان بوده باشه 60 روبل روسی می شده. این ده ضرب 30 روز میکنیم، منهای ایام جمعه، روزهای جمعه و یا رخصتی ده ازش حذف میکنیم، یعنی 26 روز مساوی میشه 1560 روبل. 1560 روبل میشه که این معادل است با 2340 دلار امریکایی. خب به نظر شما از این حقوق کارگر که 1560 روبل شده است و نظر به او قاعده ای که اینها اعلان کردن کار به اندازه توان، مزد به اندازه کار، آیا این مزد را بپردازه نپردازه؟ بله بدون شک. به چه اندازه زیر به مالیه و به سایر مواردی که چون از شخص نیست دولتی هست به اصطلاح حذف بدارد که کلا ظالم در ظالم و به اصطلاح عوض شوه، یعنی ظالم در ظالم شوه. به چه اندازه را از این 1560 روبل حذف کنه؟ بالاخره میگیم به هر میزانی که ظالم شوند باید نیم از این خوب بپردازه، هرچند باید فقط مالیه رو بگه دیگه حقوق بپردازه، چون گفت کار به اندازه توان، مزد به اندازه کار. و این را هم گفتن که استثمار در اجتماعات نباشه. ما را که به این اندیشه فراخوانده استثمار ظالمانه و بهره‌گیری اضافی در اجتماع. ولی با آن هم میگیم که ظالم در ظالم شود، بی انصافی به حد آخریش موجود نبوده باشه. نی مناصفی این 1560 روبل را باید بپردازه، 1560 روبل. اما میدونین از این 1560 روبل فقط 56 روبل را به این سلمان تادیه میکردن. 56 روبل، یعنی از 100% حقوقش فقط 3.5% از حقوقش را پرداخت کرده و این سلمان دریافته. 96.5% خود دستگاه حکومت این شخص را مورد استثمار و بهره‌گیری خش قرار دادن. این استثمار در طول تاریخ بشریت کسی نکرده بوده. قبلا استثمار فرد از فرد بوده، حالا استثمار حکومت از افراد است. پس میگیم دروغ گفتین، راست نگفتین، وعده های خود را به کرسی عمل قرار ندادین. همین قسم و قس علی ذالک. چون سلمان را به این خاطر عزیزات اینجا به عنوان یک مثال واضح و عملی بیان کردیم به دو دلیل. یک، چون به شکل مباشر و عینی از شخصی شنیده بودیم و نقل شده بود که عملا در اون زمان در اونجا حضور داشته به غرض تحصیل و تعلیم. و دوم، کار یک سلمان ساده هست، تو احصایه و سروی و حساب و کتابش خلص است. کار فابریکات و زمین و مزرعه که مشکل، ولی مش نمونه خروار است. مش نمونه خروار است. این حالت مسلط در آنجا بوده. پس شما فکر کنین که زارعین و دهاقین و سایر کارگرایی که بودن اونها هم در می فرمول ها بودن. تنها از سلمان که یک طبقه بسیار مظلوم هستند در اجتماعات بشری، بیچاره‌اند. 96.5% خود حکومت مورد استثمار قرار داده و شعارش هم این بوده که من استثمار را از بین میبرم، فقر را از بین میبرم. اما نتانستن و شعارشان عمل بکنن. قاعده دوم و ضابطه دیگر که اینا گفتن اقتصاد زیربنای اجتماع است. اگر اقتصاد جور شد، بلند رفت، بیشتر شد، پس همه چیز تنظیم میشه.
همه چیز جور میشه. نان و آب انسان ها کارشان هم جور میشه، امن و صلح و برادری و فسادها هم سفرهش تمام میشه. یعنی اجتماع عزیزا دو بود داره، بود مادی، بود معنوی. به اساس تئوری های ماتریالیستی اقتصاد زیربنا به اردو بخش مادی و معنوی اجتماع است. حالا ما سوال داریم، اقتصاد بلند رفت، در تمام اتحاد جماهیر شوروی سابق فقیر و گدای تو کنار جاده و خیابان دریافت نمیشد. اما آیا با این رشد اقتصادی سرسام‌آور فساد از بین رفت؟ نه خیر. از گذشته کرده حالا فساد بیشتر است. از نظر فساد اخلاقی تو تمام بازار و تمام کوچه ها و خیابان ها فساد اخلاقی رایگان، آزاد. حتی برای آدرس و لوحه و سرعنوان ضرورت نیست، اینقدر بیشتر است. و کسانی که اونجا سفر کردن و شنیدن و مطالعه کردن بیشتر میفهمند که فساد چند برابر بیشتر شده است. فساد اخلاقی. حتی محصلینی که مؤمن و مسلمان و بیدار و با لباس تقوا بودن، اینها وقتی خودداری میکردن بر اینها طعن میزدن، شما مردها نیستین، این دیگرها را ببینین چگونه معیشت میکنن، چگونه به فحشا و منکر دست میزنن. اما اینها چون دارنده لباس تقوا بودن، خدا در حقشان فضل کرده بوده. این قدر بیشتر بوده. در فساد سیاسی و اداری به حد زیاد بوده که تو میدانوایی هم که یک ناخونگیر و یا یک وسیله خردی که در جیب شخص دریافت میشد اون نسبش میگرفت. یک چیزی را که روایت کردن که در 95% ملت شوروی سابق موجود بوده با عنوان یک عادت کلی که بر 95% و بیشتر از او این عادت مسلط است. اونجا نظام ورنتی و گارانتی بوده. چیزی را که میدادن بعد او را هم ورنتی داشت که او را ترمیم باید میکردن و هم گارانتی که یک میعاد داشت، زمان داشت، او را باید تبدیل میکردن. بناهن وسایل و اسباب لازم معیشتی خانواده ها که اینها را از حکومت میگرفتن و چند بار انجینر مربوطه را میخواستن یک جای را قصدن تخریب میکردن، پس ترمیم میکردن به اساس یک رشوه‌ای که به انجینر مربوطه میپرداختن و نهایتا وقتی میعاد گارانتی نزدیک میشد بعد او را بیشتر کمی تخریب میکرد. بنان انجینر مربوطه و میخانیک مربوطه می نگارشت و می نویسید که این قابل ترمیم نیست، اون را به جان حکومت میزد و دیگرش را میگرد. 95% ملت شوروی سابق این چنین به اصطلاح فسادها در میان وجود داشته. پس فساد از بین نرفته. در ساحه علمی و اکادمیک، در ساحات علمی و اکادمیک هم فساد از بین نرفته است. تو اونجا نسبت به هر فاکولته، نسبت به هر پوهنځی، نسبت به هر دانشکده اقتصاد بلندترین جایگاه را دارا بوده. مثل که در بعضی کشورهای دیگر مثل افغانستان و ایران و پاکستان و امثال از او مسئله طب و انجینری در اولویت قرار داره، در خط اول، در مرتبه و درجه اول. هر کس بیشترین نمره را کسب کرد باید در طب و انجینری بره. در افغانستان این گونه است. اما در اونجا اقتصاد در خط اول بوده. میدانین عزیزا، هر کسی که 7000 روبل روسی در اون زمان می پرداخت
بدون امتحان، بدون اختبار، بدون تست از شانه هایش میگرفت به سر صندلی کلاس اقتصاد میگذاشت. فساد از بین نرفته است. تا امروز به غرض فساد اخلاقی که اون خانم ها و اون دختران شوروی سابق که به کشورهای خلیج آمدن، تا امروز در مقابل یک مشت پول خود را عرضه میکنن. فساد از بین نرفته است. ای که چقدر مظالم، مفاسد، کشتارها، تخریبها، تخریب بلاد و تعذیب عباد و کشتن انسانها مسئولش این اندیشه است. این را ما پرس، این اصلا انسان نمیتونه تحمل بکنه. من در یکی از مقالات تاریخی مشاهده کردم جوزف استالین کسی است که بعد از ولادیمیر لنین 30 سال حاکمیت سیاسی و اداری و اقتدار را در دست دارد در اتحاد جماهیر شوروی سابق. جوزف استالین. و می‌دانید که مسئول کشتار 42 میلیون انسان است. آقا این مبالغه باشه، نیم از این خود درست است. مگر میلیون ها انسان را در زیر و زمین نکردند، زیر ضربات قرار ندادند، حد که حرمت نکردند، حقوق بشری و انسانی را به تمام معنا زیر پا نکردند؟ در این شکی نیست. چقدر استعمارات، چقدر تخریب، چقدر به اصطلاح عرض و حیثیت و آبرو و عزت انسانها را پامال کردند. نهایتا این اندیشه در 1991 رهبرایش پرستکارا رو روی کار کردن و گفتن که این اندیشه دیگر قابل دوا برای درد بشری نیست و آهسته آهسته این اندیشه با همه کشفشی که داشته، با همه فلسفی که داشته، به طرف قبرستان تاریخ میره و مدفون میشه. الحمدلله ثم الحمدلله رب العالمین ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقین لا یعلمون. این اندیشه تمام میشه و بالاخره نمیتونه که هم به شعارهایش عمل بکنه. بنابراین عزیزا، این بزرگترین اندیشه بوده. یعنی شما تصور کنین که در سلسله باطل آخرین طرز تفکر و پخته ترین و باشعارترین و حتی زیبایی های هم داشته اگر ما مقایسه کنیم در مقابل رسمالیسم یا کپیتالیسم یا سرمایه داری. زیبایی های هم داشته، اما اردویش در برابر اسلام بی حیثیتن، چیزی ندارن. به سوی قبرستان تاریخ رفتن و مدفون شدن. انشاءالله که رسمالیسم و کپیتالیسم هم در آستانه رفتن هست و خود متخصصین افکار و اندیشه ها و مکاتب فکری و سیاسی میگن که رسمالیسم یا کپیتالیسم حیثیت اونمو به اصطلاح پوقانی را داره که شما به اصطلاح پف میکنین و او بزرگ شده میره، نهایت انفجار میکنه، نهایتا انفجار میکنه. بناهن عزیزای گرامی، این اندیشه نتوانست جامعه ایدئال را به میان آرد. سبب نه تنها به میان آوردن یک اجتماع سلیم نشدن، بلکه مظالم و مفاسد دو چند برابر بیشتر شد و دیگه طرز تفکری نیست که اون را چیز بکنه. اینی آخرین طرز تفکر و پخته ترینش که بعد از شیاطین انسی و جنی هنگ ماندن، تا امروز دیگه چیز بدیل پیش کرده نتونستن. حالا یک راه مانده است، راه اسلام. بشریت هم در یک چارای سرگردانی، خستگی و ذلگی استاده باقی مانده است. ای که اسلام عزیز
فرمول ها و ضوابط و قواعد یک جامعه ایدئال را چه پیشنهاد میکنه و چگونه هست در برنامه بعدی. تا دیدار بعد، السلام علیکم و رحمت